به نام خدا. پروژه مسکونی شهرستان لنگرود مربوط به جناب آقای دانشگاه، مواد خام شامل پروفیل های اصفهان، قوطی های 40x40 و 50x50 مربوط به ستون ها که از قوطی فابریک استفاده شده. مزیت استفاده از قوطی های فابریک اینه که دیگه 4 تا درز جوش در 4 طرف قطعه نداریم. ولی با ذکر این توضیح که در صورتی که باکس به صورت ارشاد خدمت شما کارخونه‌ای ساخته بشه هم همین مقاومت رو داره، ولی خب یه مقدار زمانبری ساختش بیشتر. ورق‌های پروژه که توسط جناب دانشگاه تهیه شده و ارسال شده به کارخونه، ورق‌ها فولاد مبارکه است حالا تو این پروژه، ولی پروژه قبلیشون اکسین اهواز برامون فرستادن. ابتدا ورق‌ها و پروفیل‌ها اینجا برش اولیه میشن. در برشکاری برش گرم ریلی و برش سرد که به وسیله گیلوتین انجام میشه. قطعات خرد میشن و وارد مونتاژ اولیه میشن. در مرحله مونتاژ اولیه قطعات به صورت جزء به جزء به هم وصل میشن، پل‌ها ساخته میشن و ستون هم که مستقیما تو مرحله نهایی به خاطر اینکه پروفیل استاندارد هستن دستک زنی میشن و میرن برای جوشکاری. توی مرحله جوشکاری قطعات متصل شده و پل‌ها به وسیله جوش CO2 و گاز آرگون به هم دیگه جوش میشن. حالا با توجه به اینکه جوش برق، جوش الکترود تقریبا منسوخ شده، تمام قطعات به صورت CO2 جوشکاری میشن. در مرحله نهایی قطعات کاملا تمیزکاری میشن و ارسال میشن برای رنگ. یعنی تمام زوائد، جرقه ها، ارشاد خدمت شما، جوش های ناقص باقی مونده همه ریمووینگ فینیشینگ میشه و بعد از تمیزکاری و تمیزکاری نهایی سطح همه ارسال میشه برای رنگ. در نهایت قطعات به وسیله ایرلس یعنی دستگاه رنگ